Rahim Production. Sayora. He mahina ha چی میگی خوردی دیلی جگر ما گبزا میگم که همین نقصده مکو ای نقصده تو در زوره میدونی امیره ها تا تعریف بده ها با تعریف دینا در نوروزی ندید یک گیری 35 کیلو هم خیلی 10 بار برآوردن چی میخندی؟ نزدت ترسید نبرومدن ای ترسشه گوش کن نقصده ما که همین که دست شکستگی بود فهمیدی اگه نه چه میدونی که نقصده ما شتنگه کو 5 کیلو 100 کیلو در کوشا 100 بار نخواهی میبرد بهونه نه چه دست شکستگی ده بهونه خیلی هیچ کار ای دستش نمیبیره فهمیدی؟ اکه همون نقصدی تو را ای دست شگم کنی یه چی بیده اینم خیلی بر 35 کیلو را برداشتن فهمیدی؟ 35 کیلو میگو 50-100 کیلو در کجا میمونم؟ زتا نبرو من خسن نشون ندادن دیدی آخیا چه خیلی بر نه اصاب ما وران کردی فهمیدی؟ بحثی خلمم بفایده یا میره میدونی ها؟ آزی پیش کلانی محله میره میپرسیم تو دیوونه؟ پیش کلانی محله میره میگه که نقصده کدوم منظوره؟ تو به عقل چی؟ تو دختر به عقل بوده؟ من رنگ تکو به عقل نیستم آزی میریم پیش همون کلانی محله میگیم شکی تقا جان همی بالاترین وزن چند قدره که یک نفر او را برداشته تواند و او را پهلوان گویند بعد میفهمیم که بالاترین وزن چند قدره و میفهمیم که نقصده کدامیمون با قوت زوره بیا رفتیم السلام تقا جان علیکم سلام خوش آمدن خوب هستین دخترا؟ میشه خوب تقا لبا ما یه مسئله خطی اومدگه خوش همی بالاترین وزن چقدر باشد که او را یک نفر برداشته تواند و او را پهلوان گویند میدونی چی دخترم؟ لبه تقا جان یعنی که بالاترین وزن چقدر است که یک نفر بردارد و او را پهلوان گویند بله پهلوان گویند بسیار سوالی نقص میدونی چی دخترانم بالاترین وزن یک کورپه 2-3 کیلوهایی است که یک نفر تواند هنگام نماز بامداد از بالای خود بردارد و نماز خود را ادا کند و او را پهلوان گوید درس تا ساعت یک نیست؟ ساعت چند شی؟ ساعت درس تا ساعت یک نیست؟ چه میکرده برو؟ درس نمی‌خواستم. آخران بار میگم در کجا بودی؟ درس نبودم. رو نگو! اکا یک روزه نه تنها 1 ساعت احوال ما را در راه گذرانید انا بعد میفهمید در چه احوالی ما اصله نمره تنامتی دخترا نمره تنامتی دخترا نمره دختر ما یاسا جگرک تا بخرمه
ای وای اینجا گناه از ما بوده است. من بیهوده از خواهرم گمان بر شدم. عبدالرسول چوه این خره هم نداده؟ این خری بیچاره کشت یا نه؟ این خره آیکارا کتران کریم مرگ دیده. گوش کن کنر زوره حبیب کنر زوره بیا بس کن تو ایشکه ندیدن این شرمندگه حبیب زوره اخی کنر زوره حبیب زوره نه اخی بیا شرط میکنه سر ما بیرون نکنه جون پدری حبیب زوره اخی ما دیدگی من میشناسم را کیه چیه یا بسم الله عبدالرسول دست بیار. میدونی چی؟ ما در چچنستان خطی حبیب اینو گلیوی مخش میکردم فهمیدی؟ چی گلیوی؟ البته گلیوی نه مشق کردگی بلیوی میگم بلیوی؟ نه تو خطا میکنی گلیوی میگن خطا میکنی اورا خیلی مایداکی میشناسم من که در چچنستان ما اوخی ساد نکنی کنار زورای زور بیا اکا چیز فرمی که اکا اینا بیا اکا میرم کسی بیا میپرس السلام علیکم اکا بیا چی پرسی؟ حال به اصلا کنم برام خدا رو سوزی نازی بچه قربان هستی افته خاطرش ناختو بچه بای زنجی دادری رهی پرودکشن یافته این داینیس فیاله داپشی دیوال مردم چی داده دوش کسی؟ این همه خطیم سپورت کرده صاحب بیجون باش سپورت هم میکنی؟ البته من گوش که بابا یه سوال دارم من بگم حبیب زورا این میگه کنر مگرگه همین حبیب زورا یا کنر مگرگه شما یعنی که فهمیدنی که انا آیدی دیما کدوم همیون میبرم بله من شما دا میگفتم نه که من مخلصی فوتبال نیستم بچم